سلام رفقا، حالتون چطوره؟ باشتون بالاخره برگشت بعد از یه وقفه تقریبا طولانی که بابتش عذر میخوام. بالاخره زندگی یه وقتی میتونه سخت باشه، ولی خب امروز جدیدترین ویدیوی مستر بیست رو داریم که تو کامنت ها یه عالمه درخواست داده بودید که دوبلش کنیم. 50 تا از معروف ترین یوتیوبرای دنیا تو این ویدیو حضور دارن. پس بریم این ویدیوی جذاب مستر بیست رو با یه دوبله جذابتر با هم ببینیم. من 50 تا از بزرگترین یوتیوبرای دنیا رو دور هم جمع کردم. هر کدومشون که آخر از همه این مکعب رو ترک کنه $1,000,000 واسه سابسکرایبرش میبره. این چیزیه که تا حالا تو یوتیوب ندیدید. این یوتیوبرها رو هم بیشتر از 1 میلیارد سابسکرایبر دارن و قراره سر $1,000,000 مسابقه بدن. قانون مسابقه ساده است. دوربینو بیار پایین، مکعبو ببندید. خیلی خوب. اگه پاتون بره رو خط قرمز، سابسکرایبراتون $1,000,000 از دست میده. پس حواستون باشه، آخرین کسی که بره بیرون جایزه رو میبره. آره پسر، من مسابقه واقعی اسکوید گیم رو دیدم. انگار که اسم میکنم من فقط یه هدفم. اینجا قرار نیست با هم دیگه دوست باشیم. این پولا مال منه. اینا دلار واقعی ام. خیلی ذوق دارم. بالاخره بهترین استراتژی اینه که انرژیمون رو نگه داریم و به اون تپه $1,000,000 فکر کنیم. بین خودمون میمونه. حاضر یه نفر رو حذف کنی تا خودت بمونی؟ در یه اعضای کانالم البته. آره میگم داداش در جریانی که هرچی بیشتر دشمن تراشی کنی احتمال باختت بیشتر میشه. آره بابا، ما فقط داشتیم تفریح می‌کردیم. داشتمون رفت پشت پولا قایم شد. فکر کنم مسخره بازی رو جدی گرفته. این یوتیوبرها رو نگاه داره، بهشون خوش میگذره، ولی آخر ویدیو دیگه اینجوری نخواهد بود. این ویدیو قراره پرتنش‌ترین اسد متنفرم چه و بیرحمانه ترین ویدیویی باشه که از این یوتیوبرها میبینید. اولین چالش به زودی شروع میشه. پرده ها رو بکشید، قول میدم پراتون بریزه. واسه اولین چالش به طور موقت میتونید از مکعب بیای بیرون و یه پرتاب انجام بدید. اگه موفق بشید واسه یکی از سابسکرایبراتون یه سایبر تراک میبرید و برمیگردید توی بازی. اما اگه ببازید چیزی گیر سابسکرایبرتون نمیاد و شما هم حذف میشید. چطوری تونستن این همه سایبر تراک رو یه جا جمع کنه؟ پرتاب من گل نمیشه. خیلی خطریه. پرتاب آزاد خیلی آسونه. آره پرتاب آزاد آسونه. بعید میدونم بتونم این پرتابو گل کنم. همه تو این فکرن که آیا چالش اول ارزششو داره یا نه. در نهایت اولین کسی که پیش قدم شد مارک روبر بود. جیمی، من میرم. رفتم تو کارش. باورم نمیشه. ببین الان چشم همه این یوتیوبرها به توئه. پسریم بهم استرس میده. اینم یکی از سابسکرایبرات. اسم چیه؟ داداش ناامیدش نکن، چشم امیدش به توئه. میدونم میتونی. ببینم چه میکنی مارک. یا واسه بزرگترین طرفدارت یه سایبر تراک میبری یا هر دوتون دست خالی میرید خونه. ای وای! واقعا متاسفم. اشکال نداره، پیش میاد. پرتاب قبلی که خوب پیش نرفت، اما جیدیون هم تصمیم گرفت شانسش رو امتحان کنه. یا سایبر تراک. خیلی ستم. داداش چه میکنی؟ فکر کنم یه سابسکرایبر از دست داد. بچه‌ها الان نوبت منه. من یه یوتیوبر بسکتبالیستم. اگه تو بری بیرون منم پشت بندت میام خیلی بیرون. خوب رفتی. بچه‌ها جسر یه یوتیوبر بسکتبالیست با 20 میلیون سابسکرایبر و تخصصش بسکتباله دیگه. یعنی اگه این نتونه توپو گل کنه دیگه باید بره بمیره دیگه. بقیه هم باید برن بمیرن. من یه یوتیوبر بسکتبالیستم. اگه تو بری بیرون منم پشت بندت میام بیرون. خیلی خوب رفتی. پس بعدی منم. هی منم باید میام بیرون. خب آقایون، اینم از طرفداراتون، ببینم چه میکنی. خدا یه کورم کن نمیتونم ببینم. جسر لطفاً بزرگترین طرفدارتو ناامید نکن. سایبر تراکت مبارک. بریم سراغ بقیه. ممنون جسر. هرچند همه به خوششانسی جسر نبودن. ای وای. منو ببخش. نتونستم اون سایبر تراک رو برات ببرم. دلم شکست. خب ببینیم طرفدار فیز راکی سایبر تراک میبره یا قرار شاهد یه باخت دیگه باشی. یالا رفیق. یالا. برو. آفرین. داداش دوست دارم. منم دوست دارم داداش.
کردی؟ بعد از اینکه سه تا از بزرگترین یوتیوبرها تو این چالش باختن، پرواضح بود که دیگه کسی نمیخواد شانسش رو امتحان کنه. منم گذاشتم یکم به حال خودشون باشن. آفرین بلدی. اما به حال خود بودن یعنی سر رفتن حوصله و سر رفتن حوصله یعنی انجام کارای احمقانه. نمیدونم چرا داره این کارو میکنه، ولی خب از لحاظ فنی هنوز بیرون نیست. هنوز باش نخورده. بذار یه ویدیو چک کنی. باش خورد به خط؟ آره خب خیلی تا اینجا 4 تا یوتیوبر مکعب ترک کردن و یه نفر دیگه هم باید بره تا چالش بعدی رو شروع کنیم. یه نفر دیگه بره چالش دوم رو شروع میکنیم. بگیرش دارم مثل دوزا رفتار میکنم پوکیمون. میشه کتم من با خودم ببرم؟ البته باشه. خدافظ. مواظبت کن. خب حالا که 45 نفر باقی موندن، من برم چالش بعدی آماده کنم و اولین قدم آماده سازی اینه که این $1,000,000 که این کف بخش و پلاست رو بذاریم سر جاش. مستر بیست داره پول پارو میکنه. چه صحنه ای. شاهد پول پارو کردن مستر بیست هستیم به روایت تصویر. و حالا که پول از کف زمین جمع شدن، خب رفقا آماده یه چالش دوم هستید؟ خیلی خوب. لطفاً همتون بلند شید بیست. خب همونطور که میبینید روی زمین دایره هایی در گروه های 5 تاییه. پس شما هم باید به گروه های 5 نفره تقسیم بشید و هر گروه باید یه سرگروه واسه تیمش انتخاب کنه. سرگروه ها تو چالش بعدی از حذف شدن در امانه. خب میتونید شروع کنید به انتخاب گروه هاتون و سرگروه. باید گروه های 5 تایی درست کنیم. اگه علیه هم دیگه باشیم واقعا ناراحت میشم. خیلی خب بیاین ما 5 تا تیم شیم. هممون بعد جوری اوورتینگ کردیم. آره. الان شما 5 تا یه گروه شدید؟ آره. خیلی خوب سرگروهتون کیه؟ این تصمیم میگیریم چی؟ هنوز انتخاب سرگروه رو نکردیم. انتخاب کردید؟ جکه. به دلایلی. مارکز. چطور میتونیم به مارکز اعتماد نکنیم؟ اون قابل اعتمادترین یوتیوبریه که میشناسم. میشه خودت کاپیتان رو انتخاب کنی. انتخاب خودتونه، من چیزی نمیگم. سرگروه چجوری انتخاب میکنید؟ انتخابش کردیم دایی. کی؟ این. حاضری با جونت بهش اعتماد کنی؟ آره 100% مثل داشمه. همونطور که میبینید دستیارای من برای هر سرگروه یه میز میارن و احتمالاً چیزی که روی میزا هست یه خورده براتون آشنا باشه. گندش بزنن فهمیدم داستان چیه. آره برو سر جات وایسا. سرگروه ها پارچه رو بردارن تا چالش مشخص بشه. ما اینجا 4 تا شیرینی معروفمون رو داریم. ای وای من. بابا جیمی همه رو نمودی با این شیرینی ها. تو 50 تا از ویدیوها این چالش رو آوردی. بکش بیرون داداش، گذر کن، برو یه چیز جدید. بردارن تا چالش مشخص بشه. ما اینجا 4 تا شیرینی معروفمون رو داریم. ای وای من. خیلی ترسیدم. سرگروه ها باید تصمیم بگیرن که کدوم یوتیوبر تو گروهشون باید کدوم شیرینی رو ببره. شیرینی هر کس بشکنه از بازی حذف میشه. اگه نمیدونید باید بگم بسته به شکلی که بهتون میفته بریدن شیرینی ها یا خیلی آسونه یا تقریبا غیر ممکنه. خیلی خوب وقتش شیرینی ها رو پخش کنی. واقعا بدترین روز زندگیمه. کدومشو به اسکچ میدی؟ بده. من که ممکن هستم. خیلی دلغکی. راه نره پسش برمیگرده. ازت نمیگذرم. منو ببخش. حلالت نمیکنم نفته. برو بمیر. وای من. گفتم برو بمیر. شرمنداتم رفیق. حداقل ستاره میده. داداش خونش پای توه. عمرم بتونه چتر رو بزنه. نیکا. آی خدا. هنوز 8 تا چتر دیگه هست که سرگروه ها باید به گروهشون بدن. چتر میرسه به مایکل. چی شد چتر به تو افتاد؟ خیالت راحت میتونی. آره بابا میتونه. چتر رو بده به من. اینو برای تیم برداشت. چتر رو دادی بهش؟ آره دیگه. رخصت پهلوون، خدا به همراهت. ای وای میبینم چتر به تو افتاد. از شانسیم دیگه. تو میتونی مطمئنم. ممنون. وای لکسی هم چتر گیرش اومد. چتر به من رسید ولی میبرم. دنیای ظالمیه. شرمنده آبجی خیلی بدجنسی. من باورت دارم. تو میتونی دختر از پاسش برمیاری. تو باور کن که میتونی. من باورت دارم. شمارش معکوس رو شروع کنید. خب 10 دقیقتون شروع شد. اگه نتونید شکل و سالم در بیارید پرواضحه که حذف میشید. فکر میکردم کاپیتان تیم بشم میتونم به تیمم کمک کنم و چالش رو انجام بدم، اما به نظر میاد من چالشی انجام نمیدم و جاش تیمم رو تنبیه میکنم. به من مثلث رسید اما خیلی خوشمزه است. کاری نرو که 10 دقیقه زیادم هست. منم همین فکر رو میکردم اما چیزی نگذشت که این اتفاق افتاد. بود اسکچ. اما واسه همه انقدر آسون نبود. مثلا لوگان پال با شکل ستاره و پوکیمین با سخت ترین شکل. از وسط تا پایین شکست. واقعا شرمنده. پوکیمین ببخشید. بقیه که دیدن شکل چتر پوکیمین رو حذف کرد تصمیم گرفتن بیشتر احتیاط کنن.
اسکچ باید دقت کنی. خب اصلا عجله نکن. اما افرادی که شکلشون ساده تر بود پیشرفت بهتری داشتن. ریکو ستاره رو در آورد. آره خودشه. خدای من تیمم حرف نداره. بودو دست به جمهور. داداش این کثافت ترین شیرینیه که تو عمرم دیدم. خودت مجبورم کردی این کارو بکنم. دارم سعی میکنم برای کانالم $1 میلیون ببرم. خوبه. شما میتونین پسرا. آفرین بهت. نگاه دارم میرسم. اسکچ باید دقت کنی باشه. عجله نکن. اولین سربازم شهید. نه بچه‌ها. من تونستم. در من. این حال به هم زنه. ازت متنفرم جیمی. خب یه لحظه واسه خیلی سریع باید انجامش بدی. خیلی سریع واسه تمرکز کنم. حواست اونجاش باشه. همه سر اونجا خراب. اصلا دیگه. مراقب باش. خدا بگم. اینا تقصیر توه. خدا بیامرزتت. چی شد؟ کلی پول از دستم رفت. تو به هم ناراض زدی. یعنی حاضری با جونت بهش اعتماد کنی؟ آره 100% مثل داشتمه. واقعا متاسفم. تو کسیت سخت‌ترین شکل دادی به کسی که دیده خوبی نداره. این توهینه. میشه بگم غلط کردم. و در نهایت چالش دوم باعث حذف کوبی و رای، مایکل ریوز، فدی. بچه‌ها به نظرم اگه یه روز موقعیت داشتید تو ویدیوهای مستر بیست باشید حتما این چالش شیرینیه رو تو خونه تمرین کنید. یعنی مهم نیست ویدیوش چیه، شما تمرین کنید. چون انگار تو بیشتر ویدیوهاش این چالش رو میاره، خوشش میاد. حذف کوبی و رای، مایکل ریوز، فدی، اشکالی نداره رفیق. آقا شرمنده و مت پت شد. ای وای دمت گرم. شرمنده داره. عشقی 1 میلیون اصلی دوستایی بودن که تو این راه پیدا کردیم. چیزی هم از ارزشم کم نمیشه. بازنشستگی شروع میشه. داشمون بازنشسته شد. ما همچنین جیسلت، پوکیمین و ماتسو و در آخر اسکچو هم از دست دادیم. مرسی که اومدی داشت. بس افتخار من رفیق جیگر. با اونم دست میدی؟ هلند داداش 11 نفر دیگه هم حذف شدن و فقط 34 نفر باقی موندن. تبریک میگم. تو مرد پلیدی هستی مستر بیست. آدمای دوست داشتنی بین حذف شده ها بودن. بابت رفتن تک تکشون خوشحالم چون الان احتمال بردن من بیشتر شده. حالا این گروه کوچیک‌تر شده و من خواهم. تا ما داشتیم چالش بعدی آماده می‌کردیم این 34 تا یوتیوبر یه جوری سر خودشون رو گرم می‌کردن. اختیاری بازی کنیم. هر کی نزدیک‌تر به اون خط بندازه برنده. در این شیشه ها میتونی. بله درسته. چیزی که یوتیوبرای مورد علاقتون باش سرگرم میشن در بطریه. اینو ببین اینو نکن. همینطوری میندازم. خیلی خوب مسخره بازی بسته دیگه. واسه چالش بعدی به گروه‌های 2 نفره تقسیم بشید. میخوایم با چسب هم بچسبونیمتون. شریکتون رو با دقت انتخاب کنید. من تو عروسی ساختوش بودم پس با هم میریم. خیلی خوب بزن بریم آندریا. ما هم به هم بچسبیم؟ آره من که نمیدونم چرا ولی همه دوستای صمیمیشون رو انتخاب کردن. خیال میکنن قراره با هم همراه باشن. اما تعارف نداریم که تو ویدیوهای مستر بیست این اصلا استراتژی خوبی نیست. مجبوریم دست هم دیگه رو بگیریم یا فقط من؟ نه داداش همینجوری خوبه. چرا من با اینم هستن؟ خب حالا که همه شریکاشون رو انتخاب کردن زمین رو به روز رسانی کنید. چالش رو بیارید تو. خب ما الان دستاتون رو باز میکنیم و شما باید با هر کسی که شریک شدید جنگای قولاسا بازی کنید. خیلی استرس دارم. از جنگا متنفرم. نه ما میتونیم. خنده میکنی؟ نظرت چیه نفر اول خودت بری؟ خب مسابقه شروع شد. بیاید ببینیم کدومتون قراره برید خونه. فکر کن تو همین اولیش بریزه. آورین. البته هنوز تموم نیست. باید بلوکشو بذاره اون بالا. برنامه این بود که جنگای قولاسای نسخه سخت‌تر از بازی باشه. اما برج جنگا انقدر بلند شد که حتی با نردبونم نمیتونستن به بالاش برسن. این زپرتی ترین نردبونی که تو عمرم دیدم. و از اونجایی که تا یه جایی میشد این برج رو بالا برد در نهایت به جایی رسیدن که حرکت جدید امکان پذیر نبود. این احتمالاً آخرین حرکت بازی. علنا این آخرین بلوکی بود که میشد کشیدش بیرون. بنابراین داداش تو متاسفانه شانس ته کشید. خب تکلیف چیه؟ وقت خداحافظیه. نکن چرا آخه؟ نه شل ناموس. عوضی یه ساعت جنگا بازی کنی همین میشه دیگه. زبونم قاصره داداش. واقعا شلناموسی. چرا باید آخه این کارو بکنی؟ حالا شوخی یه چیزی، برای اینکه واقعا طرفو ورداری از خط ببری بیرون دیگه ته نامردیه. نه
شل ناموس. عوضی یه ساعت جنگا بازی کنی همین میشه دیگه. زبونم قاصره داداش، نمیدونم چی شد. خودش باخت بعد منم با خودش برد. این دیوونه است بابا. من میذارم شما تصمیم بگیرید اینکه جی بردش بیرون عادلانه بود یا نه. اگه فکر میکنید باید حذف بشه برید سمت چپ، اگه نه برید سمت راست. کاش آدمای ناتوی بیشتری اون طرف میبودن. این اصلا عادلانه نیست. عادلانه نبود پسر، عادلانه نظر نبود. اکثریت مشخص شد. حالا که KSI رفته و AJ مونده، فقط 33 نفر باقی موندن. تو گفتی عادلانه بود؟ آره بابا بازی همینه. منم الان میخوام چیکار می‌کنی؟ منظورم همینه دیگه رفیق، بازی همینه. تیم پرایم ما میتونیم. لوگان بتره. چون بازی قبلی خیلی طول کشید و منم نمیتونم این یوتیوبرا رو تا ابد اینجا نگه دارم، رفتیم سراغ جنگای معمولی. آره نشد که بشه. خب بیاید شروع کنیم. اولین بلوک رو بکشید بیرون. بازی فوراً شروع شد و به سرعت ادامه یافت و چیزی نگذشت که جو رقابت همه رو گرفت. امکان نداره، خیلی دیوونه ای دختر. آی اینجا رو شوخیت گرفته. اما یهو اتفاقی افتاد که کسی انتظارشو نداشت. اما وات چیز نیکا میخواست با پول این مسابقه یه ویدیوی خوب بسازه، برای همین خواستم حذف شم و این فرصت رو بهش بدم. بعضی از این محتواسازا بدون اینکه بدونن خودشونو با دوست صمیمیشون شریک کرده بودن. بنابراین اون تو عروسی ساقدوشم بود، 27 ساعت طول کشید تا برسه حاضر اینجا. شدن به خاطر دوستشون خودشونو فدا کنن. نه که گریم بگیرم. باورم نمیشه. انگلیسی های اینجوری هم دیگه، واسه رفاقت جون میدن. باید از خودت بگذری. وقتا باید بگی بذار اونا بمونن. اینجای بازی برجا دیگه حسابی بلند شده بودن. عمرم بتونه یکی دیگه برتره. وای! یه نفس کشیدن اشتباه هم باعث ریختن برجاشون میشد و در نتیجه $1,000,000 به سابسکرایبراشون میباختن. حتی نزدیکش هم نبود. خیلی بد شد. خوش گذشت. کارم تموم شد دیگه، جنگا حذفن. بیا. و بعد از حذف شدن‌های متمادی و پشت سر هم، بالاخره این چالش به پایان خودش رسید. خورد به لبم. این 1,000,000 برای طرفدارام میبرم. برو لوگان این داشتمون از هند اومده بود اینجا، زدی اسفش کردی. اشکال نداره. ناراحت نیستی من از تی سریز جلو زدم؟ هر کی بازدیدش بیشتر باشه همش به خاطر مکاتبه یوتیوبه. هر کی هم اینجا نفر اولش قابل احترامه. دست خوش بابا. از 2014 کارتون میبینم. خیلی خوشحال شدم. دلم میخواست ببره. و سر آخرین برجی که هنوز نریخته رقابت شدیدی بود. بکش بیرون نترس. بازی این دو نفر تقریبا 2 ساعت بیشتر از بقیه یوتیوبرها طول کشید. دارم خول میشم. نه شده، برو شده. و اینجوری چالش سومم رسما تموم شد. خب حالا دیگه وقت خوابه. خب رفقا فردا صبح میبینمتون. میریم واسه چالش 4. و این بود 24 ساعت اول این چالش. و راستشو بخواید خیلی خفنه اینکه این همه یوتیوبر کنار این همه پول خوابیدن. و شاید باورت نشه ولی آخر این ویدیو ممکنه این پول به تو برسه. خوشحال نشو ایرانی، حتی اسمت هم در بیاد احتمالاً چیزی بهت نمیواسه. همش گیر همون چشرنگی ها میاد. ما فقط تماشاگریم. تماشا کن لذت ببر. نشه ولی آخر این ویدیو ممکنه این پول به تو برسه. لوگان صبح بخیر بچه. وای خدای من، رفتم اون قدیما موام سیخ شد رفیق. اوهایو یعنی صبح بخیر. وقتش تمرکز کنم و به خاطر طرفدارام این کارو انجام. صبحتون بخیر جون دلا. واسه همتون یه سورپرایز. دوباره زن و بچه‌مون آوردین؟ از زن و بچه‌تونم بهتره. به اون رفقایی که نمیدونن اسپید کیه باید بگم که اون یکی از بزرگترین تولید کننده های محتوای دنیاست. راستشو بخواید اون قرار بود بیشتر از 24 ساعت پیش اینجا باشه، اما هواپیمای اسپید به تازگی نشسته. اون خیلی دیر کرده. شما میتونید انتخاب کنید که بهش اجازه بدید بمونه و تو ادامه بازی همراهیتون کنه، یا اگه نه هم برگرده سوار هواپیما بشه و بره خونه‌شون. تصمیمش با شماست.
در واقع تو این جمع هدف اصلیمون کنار هم بود. اصلا اون اصلا نمیدونه جنگای غول‌پیکر چیه. اون زجر نکشیده. بی خیال داداش، پشت‌بوی اونو نگاه کن آخه. از زنان داره پاچه میگیره. خب دیگه وقتشه. اگه میخوای بمونه برید. اسپید خیلی آدم مسخره‌ایه. همیشه مسخره بوده. داداش پشت‌بوی اونو نگاه کن آخه. از زنان داره پاچه میگیره. خب دیگه وقتشه. اگه میخوای بمونه برید سمت چپ و اگه نمیخوای بمونه برید سمت راست. بگیری بدبخت. برگرد تو هواپیما. خیلی سیاه بسوز نگاه. خب مشخص شد. اسپید جان متاسفانه نمیخوانه. خیلی خوب. اما این آخرین باری نیست که میبینیدش. یه روزی از اونجا میایم بیرون دیگه. قیافه تک تکتون یادم میمونه. بچه‌ها فکر کنم گند زد. خب پس وقتشه که بریم سراغ چالش چهارم. دوباره اسپید میخواد نه تو رو خدا. بفرمایید تو. اونجا رو ببین. تقریبا بلافاصله همه فهمیدن که چالش بعدی چیه. به نظر تو چمدونه چیه؟ بازی قبول یا رده. خدا عفو من دلم بیاریم. و از اونجایی که طرفدارا بار قبلی که این بازی رو انجام دادیم خیلی دوستش داشتن، ما نه تنها دوباره این بازی رو آوردیم بلکه مجری برنامه رو هم دوباره آوردیم. آقای هاوی مندل. سلام جیمی. چطوری داشت؟ خوش اومدید. انگار تو اکسپلور اینترنتم. لطفاً یوتیوبری که بیشترین سابسکرایبر رو داره بیاد وسط. کی بیشترین سابسکرایبر رو داره؟ منو نگاه نکنی. لوگان داداش فکر کنم خودتی. قبل از اینکه قوانین رو توضیح بدم باید یه حریف انتخاب کنی. باید با تو باشم سم. اوه خیلی خوب. خب حالا یه کیف انتخاب کن، هر شماره‌ای که میخوای. عدد شانسم رو بردارم 11. توی 7 از این کیفا نوشته شده هست و توی 10 تاشون نوشته امن. لوگان داخل کیفشون نگاه میکنه و بعد سم تصمیم میگیره که میخواد کیفو ازش بدزده یا بذاره لوگان کیفشون نگه داره. درسته، باید انتخاب کنی که میخوایش یا نمیخوایش. خدای هاوی خیلی باحال میگه. جمله قصه رو گفت. این چمدون اصلا امن نیست. ای وای من. به نظرت واقعیت رو گفت؟ شک دارم. من بودم میدوزیدمش. کیفو میخوای یا نمیخوایش؟ آره میخوامش. پس میخوایش. ببینیم سم تصمیم درستی گرفته یا نه. باورم نمیشه. ببخشید سم. کانال سم و کلبی عملاً حذف شد. کلا احساس میکنم این ویدیو چالش جدید آنچنانی نداشت. تقریبا همون ویدیو 1 تا 100 ساله اون تا با یوتیوبرا. راستی اگه اون ویدیوی چالش 1 تا 100 سال رو ندیدید لینکشو براتون میذارم اینجا یا اینجا. اونم خیلی خفنه. بعد از این ویدیو برید اونم ببینید. سم و کلبی عملاً حذف شد. حالا که کیف لوگانو ازش گرفتن اون به بازی ادامه میده تا جایی که یه نفر کیفو ازش نگیره. این دفعه میخوای حریفت کی باشه؟ کای. لوگان بگو کدوم شماره؟ عدد مقدس 7. خیلی خوب. میخوام مطمئن شم کسی توشو نمیبینه. خطرناک. منو ببین. یا خطرناکه. میگه امن نیست. به نظرت داره راستشو میگه؟ من این ازت میدونم الان میگم چه. حتی ازش سوالم نپرس. من از نوجوانی دارم ویدیوهای لوگانو میبینم. میدونم توی یه سری موقعیت چطور رفتار میکنه. نمیتونی منو خر کنی. چه با اعتماد به نفس. این چمدون چطور واز میشه؟ درش آروم. اون امنه. خوب دست لوگانو خوند. ضربان قلبم بدجوری رفته بالا. لودویگ. خب واسه این قسمت از اونجایی که گفتی قلبت داره تون میزنه بی زحمت این سامسونگ گلکسی رینگ رو بپوش. میخوام ضربان قلبتو بگیرم. لادی بی زحمت تو هم بپوش. اطلاعاتو به صورت زنده بهمون میده. بله درسته، ما قراره با کمک گوشی جدید سامسونگ ضربان قلب شرکت کننده ها رو موقع بلوف زدن ببینیم. ضربان لوگان الان 106 تا ولی مال لادویگ 87 است. صرف نظر از چیزی که توش میبینم ازت میخوام چمدون رو اصلا نگیری. به نظر میاد استرس داره. بخوام رو راست باشم وقتی بهم گفت یه چیزی رو میخواد پیش خودش نگهداری یه ذره استرس به نظر بهترین حرکت اینجا اینه که ازش ندزدش چون هیچی معلوم نیست. حتی ندیدمش. میتونم نگهش دارم؟ تو باید به ندای قلب خودت گوش کن. کارل بهم بگو اون تو چی نشون میده. باورت میشه بهت بگم توش موزه؟ الان فقط خیلی خوب گوش کن. تصمیم تو میتونه زندگی یه سابسکرایبر رو کارشو بلده. 1 میلیون دلار. حالا بگو میخوایش یا نمیخوایش؟ نمیدزدم. جای آقای لوگان پال امنه. آمادم. اینجا فقط یه چمدون برام. میدونم شماره 14. حتی لازم نیست نگاش کنی. من میخوامش. من میدزدمش. برای رسیدن به اینجا 27 ساعت تو راه بودم. بیا ببینیم رکب خورده یا نه. وای خدای من. چی بود؟ وای خدای من. باختی جوون.
27 ساعت. خوشحالم میبینم همه چمدونای حذفی دارن میرن. واقعا قلبم شکست. میدونم عصبانی، ولی وقتی برگشتی کانگوروها رو نزن. ازت خوشم نمیاد مرد. این جوکی که اینجا نولان گفت اشاره به اینی که این پسر یوتیوبر تو استرالیا زندگی میکنه و استرالیا هم کانگورو داره دیگه. این میدونم ناراحتی، ولی داری برمیگردی با ماشین نزن کانگوروها رو بکش، سرعت نرو، مواظبت کنی همچین چیزی. همه چمدونای حذفی دارن میرن. واقعا قلبم شکست. میدونم عصبانی، ولی وقتی برگشتی کانگوروها رو نزن. ازت خوشم نمیاد مرد. این کیفا بیرحمانه همچنان ادامه میدن. اما قضیه قراره از اینم بدتر بشه. حس میکنم بهم خیانت آره قبول دارم، خیلی بد بود. نمیخوام دروغ بگم. نمیخوای وقتی داره بازش میکنه تو چشش نگاه کنی؟ نه خیر. آی خدا، نوشته حذف. نمیتونم انجامش بدم، خیلی سخته. به نظرم بازیشه. واقعا؟ کیفو میخوایش یا نمیخوایش؟ میدوزم. بازش کن ببینیم. بازش کن. باورم نمیشه. ضربان قلبش 152 تاست. اون یه شیطانه. با اینکه دروغ والکری رو شد، اون ترسی از ادامه دادن این بازی نداشت. 2 تا کیف حذف باقی مونده و 3 تا امن. حالا اون دوباره فرصت داره حریفشو گول بزنه. از چیزی که الان دیدم شوکه شدم. آره خیلی عجیب بود. دیگه نمیتونم به کسی به اعتماد. نظر نگران میای. اون دفعه قبلی داشت گریه میکرد، ولی الان داره خوشحال و شیطانی میخنده. خیلی دیوونگیه. این امنه. انتخاب کن، میخوایش یا نمیخوایش؟ من اینو میدوزم. میخوام از عکس العمل بقیه ببینم چیه. 3 2 1. وای خدا. این 4 نفر شرکت کننده های آخرن و از بین این کیفا 2 تاشون امنن و 2 تاشون حذف. من میرم. خب تا داره کیفو میاره، آقای مارکس نظرت راجع به این گوشی جدید سامسونگ چیه؟ آدم درستی انتخاب کردی، خیلی گوشی خوبی. خیلی خب برگردیم به بازی. این مارکس یوتیوبر حوزه تکنولوژیه، از ایناست که میاد گوشی‌ها رو بررسی میکنن و این داستانا. یه جورایی مثل اهورانیازی و موبونیوز خودمون. واسه همین نظرشو پرسید که هم تبلیغ سامسونگ باشه، هم یه آدم حرفه‌ای مثلا میگه آره گوشی خوبیه. آدم درستی انتخاب کردی، خیلی گوشی خوبی. خیلی خب برگردیم به بازی. اگه شما هم میخواین علائم حیاتی و تعداد قدماتون رو زیر نظر داشته باشید، یه سر به سایت سامسونگ بزنید. چیزی که تو این کیفه رو میخوای؟ نه. میخوادش. تو 2 تای قبلی چمدون امن و سریع فرستادی اون وقت. بعید میدونم 3 بار پشت سر همین کارو کنی. بنابراین نمیدونستم. خوب دستمو خوندی. حالا فقط یه کیف هست باقی مونده. تو کاپیتان تیمم بودی و من بهت اعتماد دارم. اگه اعتمادی بود همین الان باید چمدونو بهش نشون میداد. بعید میدونم حقیقتو بدونه. حالا میخوایش یا نمیخوایش؟ باشه نمیدوزم. اگه این کیف هست باشه، هر دوی شما میرید ادامه. خوب شد که بهم اعتماد کردی. داشتمون دروغ گفتم بلد نیست. این 2 تا کیفم به شما رسید، بازشون کنید. جفتشون امنن. بعد از مراسم حذف کنونی که داشتیم، این 10 نفر باقی موندن و فقط یکیشون قراره این $1,000,000 رو واسه سابسکرایبراش ببره. اصلا حس خوبی ندارم. اساسش بر نمیام رفیق، به زور تکون میخورم. اینجاست که بازی جورایی سخت میشه، چون الان باید همدستای جدیدمون رو حذف کنیم. این یک کم ناجوره. حالا وقتشه بریم سراغ چالش 5. زمین رو آماده کنید. 5 گروه 2 نفره. یه بار دیگه باید به گروه‌های 2 نفره تقسیم بشید و این بار قراره با هم همکاری کنید. پایه‌ای با هم بریم. بایم. با همین؟ آره با همین. به نظرت با اون میتونی $1,000,000 تا رو بزنی؟ داشمه. به کای اعتماد دارم. شما 2 تا چی؟ قدرت دست دختراست. شما 2 تا ردیفی؟ آره چون همه دوستام حذف شدن و ایشون فرانسه حرف میزنه. خیلی خوب کارل، بهشون چشم‌بند بزن. اون طرف میبینم دختر. چه تاریکه؟ خب حالا که همه چشم‌بند زدن، صحنه رو آماده کنید. خیلی سیاهه. منم سیاه‌تره. کاربری مکعب عوض سمت چپ به چیز خیلی سفت به نظرت می‌خوایم چیکار کنیم؟ بوی گاز بدم واقعا میخوره. اینجا هم زیر دستم یه پارچه. درسته؟ این پیشبنده؟ بس دیگه فضولی دارم ازت سوال میپرسم. خب همه میتونید چشم‌بنداتون رو در بیارید. مطمئناً همه فهمیدید که این یه مسابقه آشپزی تیمیه. بریم تو کارش. من دیگه نمیتونم. آشپزی بلد نیستم. چی شد با نیک افتادی؟ خودش گفت. خیلی خرشانسی. دلیل اینکه جیمی به لوگان گفت خرشانسی اینه که اون پسر نیک یوتیوبر حوزه آشپزیه. بنابراین هر کسی که باش همگروه باشه تقریبا احتمال بردش 100%. تو کارش. من دیگه نمیتونم. آشپزی بلد نیستم. چی شد با نیک افتادی؟
خودش کن. خیلی خرشانسی. مال من سوخت. هنوز که شروع نکردی. منظور باسرم بود. آها یعنی دهنش اینا رو بهتر از همه چی میپسم. نیمرو، نون توست، غلط صابونه. ما توی گروه آشپزی بودیم و با موفقیت بودیم قبلا توی گروه آشپزی بودیم و باختیم. منو گن زدیم. خب این بارو گن نزنید. ما 3 تا داور داریم که قراره به غذاهاتون از 1 تا 10 نمره بدن. 3 گروهی که بیشترین نمره رو بیارن میرن ادامه و 2 تیمی که نمرشون کمتره حذف میشن. این شما و این اولین داور جوی چسنات. ای بال جوی. چی بهتر از بهترین بخور دنیا واسه قضاوت کردن غذاهاتون؟ اون انقدر رکورد غذایی شکسته که یه رکوردم به خاطر بیشترین رکورد بهش دادن. و حالا دومین داورمون میراندا کازگروف. چقدر خوشحاله. و حالا سومین و آخرین داور بیاریدش تو، نیاز به معرفی نداره. این شما و این آیشو اسپی. نقص زن کنار گذاشتین دیگه تماشا. شمارش معکوس شروع شد. شما میتونید هر چی دوست دارید بپزید. زمانتون زودتر از چیزی که فکر کنید تموم میشه و در نهایت چیزی که درست کردید بر اساس ظاهر، طعم و خلاقیت قضاوت میشه. مسابقه شروع شد. ببینیم چه میکنه. تو برنامه آرکارنی برادر بزرگش که عاشقش یعنی اسپنسر عاشق تاکوی اسپاگتی بود. تاکوی اسپاگتی شما میخواین چی درست کنی؟ ما داریم کوردن بلو درست میکنیم، یه غذای فرانسویه. شما چی درست میکنی؟ کیک شکلاتی با مکن چیز. من میخوام تورتیلای اسپانیایی درست کنم و ایشون هم میخواد برنج سرخ شده درست کنه. 2 تا کشور رو میذاریم کنار هم دیگه تا جنگ میشه که. آره یه جنگ تو دهنش. یا خدا این از همین الانش هم خوشمزه به نظر میاد. این داشتمون رو گوردون رمزی آموزش داده. پس انگار به جز این 2 تا فقط 4 نفر دیگه میرن ادامه. اگه گروه زنا تو مسابقه آشپزی حذف بشن واقعا آبروریزیه. نه نمیشه چون زنا فقط برای آشپزی ساخته نشد. برای دسر میخوام توت فرنگی با روکش شکلات درست کنم. منتظرم غذا بخورم. چند ثانیه دیگه بیشتر وقت ندارید. خب لطفاً خیلی خوبه. جویی پنیر دوست داره؟ رفیق باید این ساندویچ نگه داری. رقابتی سر $1,000,000. 3 2 1 دست نگه دارید. زمانتون رسما تموم شد. شما اول میرید. چیزی که امشب براتون آماده کردیم کوردن بلوی فرانسویه. از این خوشم اومد. مارچ باش خیلی خوب. الان باید امتیاز بدید. اول من. این واقعا اوه نو. وای چه امتیازایی. آفرین. امتیاز نهاییتون شد 26. خوبه راضیم. نوبت شماست. حاضرید؟ بله. یکم ترسناک بودم. رو کنید ببینیم چی دارید. ما یه غذای محبوب آمریکایی رو درست کردیم. تا وقتی مزهش نکنم هیچ تعریفی ازش نمی‌کنم. اما به نظرم مزه اینا خیلی خوب باشه. ماکارونی و پنیرش عالیه. جایی هر وقت حاضر بودی. خیلی خوشمزه. جایی خوشم اومد. خب اسپید با توجه به واکنش احتمالاً نمره کمتری بدیاره. میراندا تو بگو. 9 میدم. ممنونم. داری گریه میکنی آره؟ هی خانم مظلوم بازی نداریم. ما قضاوت فقط بر اساس غذاست. رو تو کن اونور لطفاً. اسپید داداش هر نمره‌ای که میخوای بده. دلان از خیلی ممنون. خب اینم یه 26 دیگه. یه چیزیت میشه 10 دادی نمیتونی 10 رو همینطوری بریز بپاش کنی چون عاشق خوردنی. آخه اما ندارین. خب اینم از این. بگرد توی یه کایو ایجی خوش اومدین بودگا. اولین غذا مخصوص میرانداست. این غذا معروفه. این غذا بی‌نظیره. تاکوی اسپاگتی اسپنسری. نه خدایی خلاقانه بود. ایجی جانم داور وسطی چه کسیه؟ آیشو اسپید. کی از همه فوتبالیست تره؟ کریستیانو رونالدو. این ایجی و کای خیلی خوبن. اسپید طرفدار پروپا قرص رونالدوه. بعد اینا برای اینکه تحت تاثیرش قرار بدن اسم رونالدو رو چسبوندن به پاستای گذاشتن جلو. کریستیانو رونالدو. پس یه رونالدو مخصوص شما. نوش جان. دیگه چیزی نکن. گوش کن. و نفر آخر جویی. بارج رکوردا رو بردار بیار ایجی. بارج رکوردا. وقتی بخوریش میتونی مستش کنی.
گذاشتید جلو بدبخت معلومه که نمیتونه تمومش کنه. میگم که فقط اون اجرا و پرفورمنسشون قشنگه، غذاهاشون مفت نمیارزه مسکه. نمیدونم بچه‌ها، فکر نکنم بتونم تمومش کنم. چیزی نیست. گرسنته چون فکر کنم یه استریم جدید به ذهنت رسیده. بخور تعارف نکن پسر. آناناس. میراندا خوشمزه است. این تاکو اسپاگتی عالیه. از نمایشتون خوشم اومد، اما امتیازاتون برای غذاتون میدیم. برای غذاتون میدیم. خیلی خوب، 3 2 1 نشون بدید. لیاقت ما رو نداشتن. وای. خب بریم سراغ تیم بعدی. ما یه پاستای خامه مرغ و گوجه درست کردیم. برای این دسر از پدرم الهام گرفتن که متاسفانه الان میونه ما نیست. تو این اتاق منظورم، وگرنه که زنده. ای بابا خیلی لطیفه. اگه نه انگار یه لیمو داره به مش میزنه و بعد یه گوش به مش میزنه. نمیخوام خیلی ازش بخورم. اینو من ورمیدارم. وای وای. ولی خدایی مستر بیست شکول با توت فرنگی خوشمزه میشه. خیلی خوب. آره اگه نخورید نصف عمرتون بر فناست. بعد برنامه حتما میرم. بازم از این غذا میخوام. خیلی خوشم اومد. این چیزیه که دوست دارم. اسپید با رأی تو همین الانم امتیاز از 16 بالاتره. که این یعنی این دوتا رفیقمون حذف شدن. رفقا حتی بدون رأی میراندا هم شما دوتا حذف شدن. یکیتون شرمنده دیگه. سلام برسید. خب حالا میراندا 10 البته تقریبا امتیاز کامل گرفتید. وایسا یکیشم بده من میخوام بشکنمش. کجا داری میری؟ وای داداش از خط رد شدی. تو چی کار کردی؟ خاک به سرت. نتونستم جلوی خودمو بگیرم. این یه اشتباه خیلی بزرگ بود. اصلا خطو یادم رفته بود. وقتی بشقابو دیدم باید میشکستمش. رفتم سال 2017 که آره تو بلگات بشقاب میشکستی. واسه اینکه کمتر ناراحت باشی میتونی قبل رفتن تبلیغ پرایمو بکنی. پرایم معروف‌ترین نوشیدنی تاریخه. تو والمارت و تارگت هم در دسترسه. شاکه شدم. امیدوارم جیمی منو دوباره بره تو. وقتی دوید بیرون با خودم گفتم اسکونه نگاه. میدونی چی جالبه؟ این مکعب با وسایل آشپزخونه اصلا شبیه مکعب به نظر نمیاد. آره همین میتونم بفهمم که اون چرا دوید بیرون. آره این میزم که اینجاست. خیلی عوض شد. آره اصلا مثل قبلش نیست. حالا نوبت تیم آخری. این تورتیلای سنتی اسپانیاییه. بد نیست. داورای محترم حاضرید؟ آره 3 2 1 نشون بدید. خوبه حرف میدم. خوبه. جمعشون میشه 22 که یعنی متاسفانه شما حذف شدید. بازم ممنون، افتخار دادین. و با این حساب فقط 5 نفر باقی موندن. تبریکات ویژه، یکی از شما قراره $1,000,000 برای سابسکرایبرش ببره. عالیه مگه نه؟ با $1,000,000 میخوام یه چالش منو پیدا کنین و $1,000,000 ببرین را بندازم. میخوام با این پول تا جایی که میتونم غذای مجانی پخش کنم. برای ازمون چند تا رویداد شطرنج خیلی باحال برگزار میکنیم. خیلی دوست دارم هزینه دانشگاه هنر رو برای یه سری دانشجو پرداخت کنم. من میخوام توی جنوب مراکش یه مدرسه بسازم. این میتونه زندگی خیلی ها رو عوض کنه. 5 نفر برتر. آره عزیزم. وقتی شروع کردیم این مکعب این شکلی بود و حالا فقط این 5 نفر باقی موندن. قبل از اینکه بریم سراغ چالش آخر، اگه اینجا رو نگاه کنید، پرده ها رو باز کن. اینا لوح‌های یوتیوب واقعی هست. هر کس مسابقه رو ببره ما لوح تمام افرادی که تو این مسابقه شه. پسر چه خفن، مردم آرزوی یه دونه از این لوح‌ها رو داره. بعد اون کسی که ببره میتونه همه این لوح‌ها رو ببره. بعد کل دیوار اتاق تو میتونی باش تزیین کنی. بعد جالب اینجاست که خود مستر بیست یه دونه از این دیوارا داره که یه عالم لوح بهش چسبیده و همش هم مال خودش و کانالاشه. خیلی لژندریه. هر کس مسابقه رو ببره ما لوح تمام افرادی که تو این مسابقه شرکت کردن رو بهش میدیم. چی؟ اوه چقدر دیوونگیه. مثل جمع کردن سر کسایی که کشتی. دقیقاً. خیلی عجیبه. خیلی خوب، چالش نهایی رو آماده کنید. تو شروع هر راند به همه چشمن میزنیم و من این 5 تا کیفو با هم قاطی میکنم. 4 تا از این کیفا خالیان و تو یکیش یه چک $1,000,000. چشمنداتون رو در بیارید، هر کدوم یک کیف بردارید و برگردید سر جاتون. خیلی خوب، میتونید توی کیفتون رو نگاه کنید.
حالا که همه میدونن چی تو کیفشونه، رای گیری میکنیم و یه نفرتون قراره حذف بشه. اگه کیف اون بازیکن خالی باشه از بازی حذف میشه. اما اگه اتفاقی به کسی رای بدید که پول دستشه، بازی تموم میشه و اون یوتیوبر $1,000,000 رو واسه سابسکرایبراش میبره. این بازی بلوفزنیه و اینکه چقدر خوب میتونید ذهن همو بخونید. کدومتون پوکر فیس بهتری داره؟ شمارشو شروع کنید. یکی از شما تو چند دقیقه آینده $1,000,000 میبره. نمیدونم چرا ولی تقریبا مطمئنم یکی از این دوتا. ما دخترا؟ آره. چرا؟ از حالت صورتتون. اون یکم پرخاشگر شده، حالت صورتش. میخواد حمله کنه، میخواد این کارو کنه چون هیچی دلار نداره و میترسه حذف بشه. ممکنه. عجب وضعیتی. راستش من تا اینجا فکر میکنم $1,000,000 دست اونه. اون از همه مطمئن‌تر به نظر میاد اما سعی میکنه نشون نده. $1,000,000 دست اونه. داری؟ من $1,000,000 دارم. پس داری میگی $1,000,000 دست توه. این دختره خیلی قیافش مشکوکه، بهش میخوره از اونا باشه که راحت دروغ میگه. من بودم احتمالاً به این رأی میدادم. ادعا هم داره میکنه که داشت پول دست منو می‌نویسه. خیلی خوب. ولی مطمئنم که نداریش. چی باعث شد اینو بگی؟ چون میدونم هیچی دستش نیست و میخواد بیشتر تو بازی بمونه. پس تو میگی کیف اون خالیه و داره دروغ میگه تا تو بازی بمونه. میخواد یه کاری کنه که یه دور دیگه تو بازی بمونه، اما این به معنی $1,000,000 داشتنش نیست. تا کمتر از 5 دقیقه دیگه باید تصمیمتون رو بگیرید. وقتی نمیدونم بقیه چی تو دستشونه به نظرم بهتره باهاتون متحد شم. ما هم تیمی بودیم، با تو هم تیم بودم، هم تیمی تو ولی دوید بیرون. پس راحت ترین کار اینه که نیکو حذف کنیم تا هممون شانس بیشتری داشته باشیم. البته اگه بدون اطلاعات بازی کنیم. باشه اما الان اطلاعاتو داری، پس به کی باید به من رای بدیم. باید بهت رای بدیم. خب من میخوام ببرم. به نظرم رای به الکس درسته. از این کار مطمئنم. میدونم که $1,000,000 دستش نیست. اصلا بعید نیست. همه خونسرد به نظر میاد. پس من طبق بازی جلو میرم. و اون تو این بازی دروغ گفت. $1,000,000 دست منه. اگه من تو بازی دروغ گفته باشم معنیش این نیست که یکی دیگم داره دروغ میگه؟ آره، اما فعلا میدونیم تو دروغ گفتی. این برای دور اول خیلی ریسکیه. آره خب باید برای بردن $1,000,000 خطرم بکنی دیگه. اما اگه اشتباه کنی اون پولو میبره. خب رفقا وقتشه که بنویسید به کی میخواید رای بدید. خب ببینیم به کی رای دادید. اولین رای به جیدن انیمیشنزه. من که کاری نکردم. از بچهای روبرو بود. غافلگیر کننده بود. رای دوم به لادویگ. رای سوم به امیکسمه. رای چهارم باز به جیدنه و رای نهایی به لادویگ. اوف مساوی شدیم. چون مساوی شدیم من یه دقیقه دیگه بهتون وقت میدم. شما میتونید از خودتون دفاع کنید و بعد دوباره رای گیری میکنید. بگید چرا باید بهتون رای بدن یا ندن. فکر نمی‌کردم کسی به من رای بده. ممکنه خودت داده باشی. اگه $1,000,000 دست باشه خودت به خودت رای میدی. نه این یعنی لودویگ هم به خودش رای داده. این یعنی پول دست اونه اگه اینطوری باشه. به نظر تو من به کی رای دادم؟ به نظرم به اون رای دادی. من به لودویگ رای دادم. آره منم همینطور. به جیدن رای دادم. جیدن تو به کی رای دادی؟ اون. تو به این رای دادی؟ ببخشید ولی این کار احمقانه است. واسه ببینم تو کی گفتی منم دادم. خب وقتتون تموم شد. الان شما سه تا باید این مساوی رو بشکنید. اولین رای به لادویگ. چه حسی داری؟ رای دومو بخون. میخوام حستو نسبت به اولیش بدونم. من ازت میخوام دومیو بخونی. فکر کنم خوب باشه. رای دوم به جیدنه. آه خدای من. چی؟ دارم میلرزم. کسی که قراره الان کیفشو باز کنه لادویگه. اگه $1,000,000 این تو باشه ویدیو تمومه و اگه خالی باشه یه دور دیگه میریم. باعث افتخار بود بچه‌ها. چیزی نیست. خیلی خودت آدم بده کردی. میدونستم بلوف زدی جیدن. حالا که لادویگ حذف شد میتونه بره پیش بقیه سربازای سقوط کردمون تا ادامه چالشو از اتاق تماشا ببینه. راند دوم دوباره با چشم بند زدن به شرکت کننده ها شروع میشه. ما کیفا رو قاطی کردیم و دوباره باید یک کیف انتخاب کنن. میدونید یه جورایی مثل بازی مافیاس، باید دروغ بگی، چاخان کنی، بلوف بزنی. من خودم به شخصه اصلا تو این کار خوب نیستم. چی کار کنید؟ زمان شمار 10 دقیقه‌ای شروع شد. جیدن دوباره $1,000,000 رسید به تو؟ اما خودت گفتی $1,000,000 دسته. و اون گفت هیچی نداره. پس همه دارن دروغ میگن اما 3 نفرمون هیچی نداریم و باید با هم متحد باشیم تا بفهمیم $1,000,000 دست کیه. کسی چیزی ندیده؟
زبان بدن خاصی؟ تو تنها کسی هستی که زبان بدنت فرق میکنه. خیلی بیشتر تکون میخوری. آره. چیزی اونجا داری؟ خب من اینجا یه کیف دارم. یعنی چی آخه؟ شایدم داری این کارو میکنی که استرسو کم کنی تا بتونی منو حذف کنی. میدونم که من نیستم. بعید میدونم تو باشی. پس اون 1 میلیونه یا اینجاست یا اونجاست. من نظرم بیشتر رو توه. به نظرت دست اونه؟ پس یعنی فکر میکنی کیف 1 میلیون دلاری دست اونه؟ تا الان نظرم اینه که چمدون 1 میلیون دلاری دست اونه. به کی رأی میدی؟ اطلاعات مهمیه. اگه به یکی رأی بدی اونم به خودش رأی بده میشه 2 از 4. من مطمئن نیستم. نمیدونم، به نظر من 50-50 شما دوتا. آره منم میتونم به تو رأی بدم. من؟ آره چون این به آمار و احتمالات بستگی داره، میدونی؟ یعنی از نظر آماری احتمالش کم دست من. نکته جالبی رو گفتی. خب بنویسید این دفعه کی باید کیفشو باز کنه. خب برای شروع اولین رأیمون به جیدنه. رأی دوم به الکس 1 به 1. رأی سوم دوباره به جیدنه. و رأی چهارم و نهایی به جیدنه. اگه 1 میلیون دلار این تو باشه تو فوراً برنده ای. فکر کنم هست. یا خدا چقدر آرومی دختر. مطمئن بودم الان هست میشی ولی برنده شدی. چجوری میخوایی این پولو به سابسکرایبرات بدی؟ وضعیت خیلی از هنرمندا الان خیلی سخت و داغونه. الان خیلی دوست دارم چند نفرشون رو بفرستم دانشگاه هنر. خب اینم از این. جیدن انیمیشنز همین الان 1 میلیون دلار واسه سابسکرایبراش بود. ببین بچه دلشون رو نشکنی. همین الان سابسکرایب کنید. همین الان سابسکرایب کن. بسابه. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. همونطور که گفتم به نظر خودم این ویدیو یه جورایی بازسازی ویدیوهای قبلی مستر بیست بود و چیز آنچنان جدیدی نداشت، ولی خب با این حال منطقی و سرگرم کننده بود. مثل همیشه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.